برنامه را ادامه می‌دهیم. جامعه جهانی، دختران در افغانستان و رهبران سابق این کشور فرمان طالبان درباره راه ندادن دختران به دانشگاه‌ها را ظالمانه خواندند. روز پیش رهبران این گروه افراطی فرمان دادند که دختران افغان تا قرار بعدی به دانشگاه‌ها راه دادن نشوند. در صحبتی که پیش از برنامه با ژکفر احمدی همکارم از بخش دری رادیویی آزادی داشتیم، نخست از او پرسیدیم که طالبان سبب‌های این فرمان خود را چگونه شرح دادند؟ خب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی نگفته که چرا تصمیم گرفته که درهای دانشگاه ها را در افغانستان برای دانشجویان دختر ببنده. ما کوشش کردیم که در این مورد از مسئولان در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسیم، اما اونا تا هنوز در این باره تبصره نکردند. در یک اقدام تقریبا غیر منتظره این وزارت ناوقت دیشب در مکتوب رسمی به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی دستور داد که تا امر ثانی درهای پوهنتون‌ها به روی دانشجویان دختر باید بسته بماند. شما در جریان هستین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم تا هنوز نتوانستند به مکاتب بروند که این اقدام طالبان با عکس العمل‌ها و واکنش‌های بسیار جدی در سطح ملی و بین المللی به همراه بوده. سوال دیگر از همکارم این بود که خود دختران دانشجو در این باره چی میگویند و واکنش جامعه جهانی تاکنون چگونه بوده است؟ خب ما در صحبتی که با چند دانشجو در داخل افغانستان داشتیم، اونا به شدت دلشکسته شدن و ناامید. برای ما گفتن که آرزوهای زیاد در سر داشتن و انتظار داشتن که به زودی از پوهنتون‌ها فارغ شوند و آینده درخشان در پیش داشته باشند، اما حالا که طالبان تصمیم گرفتن که اینا به پوهنتون‌ها حاضر نشن، به شدت نسبت به آینده بدبین هستن و میگن که آرزوهایی که داشتن نابود شد. در واکنش ها مقامات در بیرون از افغانستان، البته مقامات غربی، به شدت این اقدام طالبان را نکوهش کردن. از سازمان ملل متحد گرفته تا ایالات متحده در کنار نکوهش از مسئولان در حکومت سرپرست طالبان خواستند که از این تصمیمش صرف نظر بکنه. همکارم ژکفر احمدی از بخش دری رادیویی آزادی درباره فرمان طالبان عاید به منع تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان صحبت می‌کرد.